مالکان برخی از شرکت‌های ساختمانی در مسکو تصمیم قطع کردن ساختمان بناها را نادرست می‌شمارند و می‌گویند در خوابگاه‌ها جمع کردن مهاجران کاری برعکس خوف سرایت یافتن ویروس را زیاد کرده است. حکومت شهر مسکو سر از روز 15 اپریل کار ساختمان‌ها را در پایتخت روسیه قطع کرد. شهرداری مسکو رژیم گذرناموی و یا پروپوسک را جاری کرده و کار در تمام ساختمان‌ها بجز از ساختمان شفاخانه ویژه برای تبابت بیماران کرونا ویروس را متوقف کرد. در نتیجه صدها مهاجر کاری تاجیک از محل ساختمان که هم جای کار و مکان زیستشان بود بیرون انداخته شدند. عرض اوغولاروف، یکی از سرمایه‌داران آذری‌تبار روسیه و مالک شرکت عظیم ساختمانی کراکوس سیتی، در صحبت با تلویزیون اربیکا در روسیه گفت تصمیم قطعی کار ساختمان‌ها دوراندیشانه نبود. 14 نفر مرد در یک اتاق زندگی می‌کنند. اگر آنها در محل ساختمان شانس سرایت نیافتن داشتند، در اینجا اگر یک شخص سرایت یافته پیدا شود همه سرایت می‌شوند. شانس نجات نیست. یعنی در نتیجه ما یک خوابگاه پر از 200-300 نفر را خواهیم داشت که باید به بیمارخانه بود. اوغولاروف میگوید خوابگاه‌های مهاجران به یک زندان تبدیل یافتند و میتواند یک سرچشمه بزرگی پهنشوی ویروس شوند. این سرمایه‌دار روس میگوید بهتر بود مهاجران کاری ساختمان خود را ادامه دهند، چون در محل ساختمان آنها میتوانند از همدیگر دورتر باشند و احتمال سرایت یافتن ویروس از یک نفر به کسی دیگر کمتر می شود. قطع شدن ساختمان‌ها در پایتخت روسیه کار و زندگی به این هم طاقت فرسای مهاجران کاری را دوچند سنگین کرده است. با بسته شدن ساختمان‌ها آنها هم منبع درآمد و هم جای زیست خود را از دست دادند. در یک نواری که مهاجران کاری تاجیک به رادیو آزادی فرستادند، آنها سرسانی خود را پس از تصمیم شهرداری مسکو چنین تصویر می‌کنند. کسایی نمی مردم افریب کرد یا ماه کار فرمون 15 روز پس پل میتونگو کرانتین شید نغمه کرد این روز نپلی اپریل تا گذرانده نپلی هیچی را نصر کردن. بنابر نتیجه های تحقیقات پژوهشگران تاجیک مسئله مهاجرت کاری را می آموزند، 76% مهاجران کاری در روسیه در ساختمان بند کارند. از این رو قطع شدن کار ساختمان ها به درآمد مهاجران ضربه مستقیم زد، چون شکل کاری اکثریت آنها کاربای است و در صورت ادامه نیافتن ساختمان معاششان حفظ نمی شود. با گفته مقامات تاجیکستان در روسیه حالا 486,000 مهاجر کاری تاجیک قرار دارند، اما مقامات روسیه شماره مهاجران تاجیک را از 1 میلیون نفر بیشتر میگویند. بنابر ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی مالی، درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حسابه مهاجرت کاری است.